درود به شرفتون. این پرچم پشت من پرچم اصیل ایرانیه، بوده، همیشه هم هست. یه دقیقه بچه ها این کلیپ رو ببینید. پرچم ایرانمون توهین کردن، به پرچم ایرانمون اهانت کردن. یه ایرانی با شرف نمیشینه ببینه که به پرچم ایرانش توهین بکنه. کوچکترین کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که پروفایلمون رو پرچم ایران بزنیم. من شروع کردم، شما هم شروع کنید. ببین من شروع کردم، این پرچم رو گذاشتم. پرچم اصیل ایرانی اینه، نه اون پرچم خرچنگی که 40,000 نفر رو تو 2 روز کشتن. هیتلر هم همچین کاری نکرده که موشلی این کارو کردش. درسته؟ پرچم اصیل ایرانی اینه که امروز تو دانشگاه رفت بالا. پرچم خرچنگی رو تو دانشگاه آتیش زدن. پرچم اصیلی یعنی این. اصالت ایران یعنی این. اصالت ایران یعنی جاوید شاه، یعنی تا ابد شاه. متوجه هستی چی داری میگی؟ تو آخه یه بچه بسیجی ساندیس خوری، نمیفهمی چی داری میگی. ازگل چیز دیگه ای بلد نیستین شما بگین. فقط تا ابد شاه، جاوید شاه، ننگ بر 3 فاسد، ملا چپی، مجاهد.